فرزندان آمریکا سلام علیکم. من موشعلی هستم در خدمت شما. به من گفتی کشورتون به هم ریخته. گفتید بیام نجاتتون بدم. پس گوش بدید. من به شما یاد میدم چطور کشورتون رو به بهشت تبدیل کنید. درست مثل کشور خودم. درس اول مردم رو بترسونید. بگی دنیا خطرناکه. بگی دشمن همه جا هست. اگه پرسیدن دشمن کیه؟ بگید یهودی ها. اقتصاد خرابه؟ یهودی ها. اعصاب مردم خرابه؟ یهودی ها. من خودم توی شوارم ریدم. نه. یهودی ها. اگه خواستی خیلی خلاق باشید، پای آمریکا رو هم وسط بکشید. حتی اگه خودتون یکی رو زدین، توی سرش کشتین، بگی آمریکاست. بگید کار آمریکاست. درس دوم. بگید دارید از زنها محافظت میکنید، ولی در واقع فقط میخواید کنترلشون کنید. اسم کنترل رو بذارید غیرت. اسم کتک رو بذارید شرافت. اسم زندان رو بذارید حفاظت. اسم تجاوز رو بذارید لذت. اسم کشتار جمعی رو بذارید امنیت. اینطوری میتونی به زنها آسیب بزنید و هنوز احساس مقدس بودن داشته باشید. خیلی زرنگه. درس سوم. حقیقت رو خسته کننده کنید. لازم نیست دروغ قشنگ بگید. فقط لازم هست که زیاد دروغ بگید تا مردم بگن بی خیال، کی میدونه راست چیه. وقتی خسته شدن من راحت کارمو میکنم. و یادتون نره هرچی برای شما حرومه برای بچه های من توی اروپا و آمریکا آزاده. اینطوری شما هم میتونید یک حروم زاده باشید. این دین نیست. این فقط قدرته که اسم خدا را دزدیده. کلاس تموم شد. برو گم شو.